من یک مثلا خوشو گوش نکردم همین اخبارات که موجی پوجی میگه شما آگاهی نکرده فقط کارتون داشتم اگه نمیگم که مثلا همه تون همین کار کردید اما تو بیسوادی تو خیب کردی قطعی همه تون برادرو گفتی ارسا که سگلس نیم خیب کردم بیسوادی کردم همه کار کردم اما شما نمیشید که مثلا آگاهی بتید مثلا برادر خوشو گوش کو مثلا نمیگم هست اشاره نر که نویسوندن که مثلا اول خوشو گوش کو این باجیش انداز میشود من مثلا درآمدم گوش کردم همش فهمیدم اما منین شما هم که فهمیدم برادرها شما هم خطاگی میکنین سلام دوستان عزیز خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب برادرها امروز موضوع درباره ویدیو دیدنگی یعنی نام برنامه را میمونیم موجی پوجی برادرها هر کس در حیات خطاگی میکنه برادرها من یک مثلا خوشو گوش نکردم همین اخبارات که موجی پوجی میگه شما آگاهی نکرده اینقدر نفرت کردین من دشنام کردین برادرها اگر که من یگان تا خفه کرده باشم بخشش برای این سخن اما شما آگاهی نکرده فقط کارتون دشنام اگه نمیگم که مثلا همه تون همین کار کردید اما 70% مردم فقط گپ قبیح دشنام یعنی گپای قبیحش نمیگم گپای سریدش گپ میزنم تو بیسوادی تو خیب کردی قطعی همه تون برادرو گفتی ارسا که سگلس نیم خیب کردم بیسوادی کردم همه کار کردم اما شما نمیشید که مثلا آگاهی بتید مثلا برادر خوشو گوش کو مثلا نمیگم هست اشاره نر که نویسوندن که مثلا اول خوشو گوش کو این باجیش انداز میشود من مثلا درآمدم گوش کردم همش فهمیدم اما منین شما هم که فهمیدم برادرها شما هم خطاگی میکنین آگاهی نکرده دشنام کردید دشنام میکنین مایلش ایست همه این یک طرف من همجا یک گلوس یک مردک کلانسال ماندم ای از نفهمی شید من نفهمیدم که مثلا این مردک اکای اکرام از لینسکی رایون لاهور یعنی این به مقصد گفته که پول نیست گفته بیزنس داری پول نیست گفته خونده سالار میخری این معنای وای داشته که اونا آب نداشته هم بیچاره همون محله آب نداره آب نوشاکی من سالی 1094 سال یک بار عمر رفتگی معمول لاهور اگر که خطاگی نکنم برادرانی که از لاهورین ما تایلوناباد رفتم بعد تایلوناباد لاهور در همونجا او نبود نسام دل او نبود در یک جای شو بود پویز میگذشت پویز میدک بود میگذشت بعدا همین او نوشاکی تو نما میدیدم از شفرات و نوشورا کده آورده کلادیس کده بگین هر یک خونه همیش در یاد من نسام دلی اوجا او نداره او عینه شفر اومرده وقتی که باران میزنه ای همونجا میخرن و ماشینا خاطر میبرن این با مو مقصد گپ زده که برادرها بیا اتفاق شیم پول جمع کنیم آب کشیم این برادرانی که میخوان یاردم کنیم برادرها سمیختونه بگذارین ما کارت پرتا نمیمونم شما میتوانید که در همین لاهور در لینسکی رایون داخل میشود اما لاهور در سمیختونه میتونین بگذارین یعنی یار رفیق داشته باشین بروان همونجا در کی سرجم کدگه کی همونجا کلانشون اما را میتونین که یاردم کنین که آب ببرن آب بردیسه همون محله در میتونین که یاردم کنین شما در ثواب میشه برای که جا هر یک مثلا پیر کمپیر آب مینوشه ثواب شما در میرسه اگر که بخواین که خیر کنین بین بروین در لینسک رایون جایی که آب بردیسه من یه بار دیگه بخشی میپرسم از اون نفرانی که مرا نیتو فهمیدین نیپرال نفهمیدین مقصد من این نبود من نمیدونستم که این مردک به این مقصد گفتگی ای گپوره اما وقتی که من از زنگ زدم گفتن که با مثلا با سخنای خوب با لفظ شیرین فهموندن که برادر همین مردک همین گپا با این دل نیت گفتگی ای شما دیگه خیلی فهمیدین حتی همونا ملت شد ازبک هم که بدن همونا مرا فهمیدن که مثلا من دیگه چی فهمیدم بعد میره ویدیو کردگیم اما شما مثلا هموطنای خودمان آگاهی نکرده گپ قبیحتان نرساندین خیلی گذشت رفت
اما ما یه بار دیگه من محله لاهور را میگم که مثلا از امو اکای اکرام که ما مثلا عذر میپرسم که من نفهمیده، مثلا من نفهمیدم دل نیت شما ای بوده که مثلا پول جمع شود او کشتن در کار در همون محله لاهور. این نفرانی که میخواین سهم ختون بگذارین برادرها سراغ کنین برین در شهر میگم امو قشلاق خای و چی نمیدونم وقتا خای معیده بودم اما لاهور ده او میکشتین رفته سهم ختون بگذارین ثوابش همه شما در میرسه. بعد اساس منین ایمه برادرها ما مثلا یک از خیلی برادر اگه چیز نکردن او گراجت هیچ کمه را نکرده برادرها خیلی فهمیدم شنیدم که گفتم که این دست دعوت باشه که جدا باشه با برای میرای پیش بفهمونه برادرها شرط مهم نیست. نمره من در تلفن در همه ویدیوم هست، زنگ بزنین من یک عده میفهمیدگیم شما را میفهمم شما مرا میفهمین. اساس ما کانال یوتیوب سودا میکنم، این رقمای من در روی اکران یک بار دیگه ببینین، زنگ بزنین کانال یوتیوب لوگوی نمود شما دارم میتونین خریداری کنید و بیزنس کنید، بیزنس خودتون پیش ببرین. باقی خداوند همتون نگهبان باشه برادرها. یک بار دیگه باید در شخصونه که در عزت نفسی کدامی اگر ما رسیدم باشم یک بار دیگه عذر میپرسم. خانه آباد و سربلند باشین دوستان.